امروز با یک انرژی خوانی دیگه در خدمت شما هستم. میخوایم که در رابطه با اینکه شخص احساسی شما حسش و حالا رابطش با رقیب چطور هست این رو بررسی بکنیم و از کارت های تاروت بپرسیم و اگر که ذهن شما درگیر این مسئله هستش که آیا شخص احساسیتون که حالا با رقیب توی رابطه هست آیا اصلا این شخص برگشت داره به شما یا نه، این رو هم از کارت های تاروت در آخر میپرسیم و جواب میگیریم. خب دوستان فراموش نکنید که مثل همیشه من رو با لایک و کامنت هاتون حمایت بکنید. خب بریم برای شروع انرژی خوانی. لطفاً اسم شخص احساسیتون رو 3 بار تکرار کنید به نیت اینکه آیا شخص احساسی شما که با رقیب توی رابطه هست، با شخصی به غیر از شما الان توی رابطه هست، آیا رابطه این 2 نفر چطور هست؟ آیا رابطهشون ماندگار هست؟ خب کارت هایی که برگشته و حس رقیب و شخص احساسی شما، حس رقیب و شخص احساسی شما. خب ببین، اولا که شرایط و رابطه‌ای که الان بین این 2 نفر وجود دارم توی بلا تکلیفی میبینم شخص احساسیت رو و کلا این رابطه رو. و چیز دیگه ای که هست اینه که شخص احساسیت خیلی داره بهت فکر میکنه، خیلی ذهن این شخص رو دارم درگیر میبینم و انگار که از کار و رفتاری که کرده، از اینکه رابطهش رو با شما قطع کرده، این شخص خیلی به چه کنم افتاده، خیلی پشیمون هست و فکر این شخص درگیر شماست و انقدر دارم از شرایط روحی این شخص رو خیلی بد دارم میبینم و توی رابطه شخص احساسیت و رقیب دارم مشکلاتی رو میبینم، مشکلاتی که باعث شده شخص احساسیت توی فکر بره، به هم بریزه، توی رابطه اعصاب خوردی داشته باشه و الان به چه کنم افتاده شخص احساس. و از این که حالا کلاً یک تصمیم یهویی گرفته و شاید حماقتی که کرده باعث شده که الان احساس پشیمونی داشته باشه و رابطه این 2 نفر رو من دارم توش سردی، توش پشیمونی و اصلا توی حالت بلا تکلیفی دارم میبینم. و چیزی که هست اینه که شخص احساسیت به فکر این هستش که با خود شما یک شروع دوباره‌ای رو داشته باشه این شخص و برای شما دارم یک شروع مجدد رو میبینم. خب باز هم کارت بکشیم ببینیم که حس شخص احساسیتون و رقیب را باز ببینیم چطور هست. خب
اولا که شخص احساسیتون که با رقیب توی رابطه رفته، به خاطر یک سری هاتون رو دارم میبینم که به خاطر این هستش که یک منفعتی این شخص، یعنی شخص احساسی شما، برای رقیب داشته و شخص رقیب الان شاید بیشتر قصد و نیتش رو دارم جوری میبینم که خواسته سوء استفاده بکنه، خواسته از آب گلالود ماهی بگیره و از شرایط، شاید اگر که شخص احساسیت از لحاظ مالی وضعیت خوبی داره، این شخص خواسته از این طریق سوء استفاده‌ای بکنه و به خاطر همچین چیزی که بیشتر دارم به خاطر اینکه بخواد از طریق شخص احساسی شما وضعیت مالیش رو تغییراتی بده و برای همین وارد رابطه شده با این شخص. اما چیزی که هست، حتی شخص احساسی، البته برای یک سری از شماها اینطور هستش که شخص احساسی از لحاظ مالی به هم ریختگی پیدا میکنه، چیزی که باعث جنگ اعصاب برای این شخص میشه و حتی به فکر این میفته که به خاطر اعصاب خوردی مالی از این شخص فاصله بگیره. و چیزی که دارم برای شما میبینم، روی وعده 6 اتفاق خوبی برای شما میفته که باعث خوشحالی شما میشه. شخص احساسیتون برگشت و خبری رو از سمتش دریافت میکنید. و برای یک سری های دیگه، اگر که حالا شخص احساسیتون از لحاظ مالی میدونید که خب حالا شاید وضعیت مالی آنچنانی نداشته باشه که حالا بگید که شخص رقیب به خاطر این باهاش وارد رابطه شده. چیز دیگه ای که هست، اگر که شخص رقیب رو کسی هستش که خود شما شاید میشناختید این شخص رو و این شخص اگر که شما میشناختید و کسی بوده که حالا توی یک سری دایره ارتباطی شما بوده و با شخص احساسیت وارد رابطه شده این شخص، من دارم این رو براتون میبینم که ببین این شخص کلن علاقه به شخص احساسی شما نداشته، خب، و فقط در هر صورت میخواسته که حالا به هر دلیلی، به دلیل حسادت، هر چیزی میخواسته که یه سوء استفاده‌ای ببره از اینکه شاید بین شما یک سری اختلافات بوده و این شخص خبر داشته از اختلافاتی که بین شما هست و خواسته سوء استفاده‌ای بکنه و به شخص احساسی نزدیک شده. و اما چیز دیگه‌ای که دارم برای شما میبینم این هستش که ببین حتی شخص احساسی شما، خب، به خاطر یک سری بحث ها و اعصاب خوردی هایی که با رقیب پیدا میکنه، احساس میکنه که دیگه حالا چون که خودش رو اصلا مقصر میدونه و پشیمون هستش از اینکه از شما فاصله گرفته، با شما کات کرده و به خاطر همین یک احساس تنهایی رو من برای این شخص میبینم، چیزی که باعث میشه احساس این رو داشته باشه که شما رو از دست داده. اما این شخص به سمت شما 100% برگشت رو داره و این خود شما هستید که باید با یک سیاست و اینکه
جوری رفتار باید بکنید، جوری باید صحبت بکنید با شخص احساسیتون که اگر که میخواید که این شخص رو داشته باشید، باید سیاست داشته باشید برای اینکه بتونید با صحبت کردن با این شخص کاری بکنید که احساس آرامش رو از شما دریافت بکنه، برای اینکه این شخص از اینکه یک سری اعصاب خوردی ها و ناآرومی هایی بین خودش و رقیب پیش میاد، دوباره میخواد که به شما برگشت داشته باشه. اگر میخواید پذیرای این شخص باشید، باید با مدارا کردن با یک سیاست و آرامشی با شخص احساسیت صحبت داشته باشی تا برات اونطور که میخوای پیش بره و یک بردی رو توی مسئله احساسیت داشته باشی. اگر که نه، اصلا کلا میخوای فقط برگرده این شخص و نمیخوای با این شخص توی رابطه بری، اون هم تصمیم خودت هست. و چیزی که دارم برای شما میبینم این هستش که روی وعده 6 گفتم که از سمت شخص احساسی خبر دریافت میکنی، اما کلا یک سری تغییر و تحولات عاطفی رو برای شما میبینم که روی وعده 10 هست، روی یک صحبت و گفتگویی که بین شما اتفاق میافته و اصلا شخص احساسیت و رقیب بینشون عشق و علاقه رو نمیبینم. خب و الان توی وضعیت بلا تکلیفی و چه کنمه بدی افتاده شخص احساسی و درگیری ها، سردی که بین توی رابطه رقیب و شخص احساسیتون بهتون گفتم و 100% شروع مجدد رو میخواد که با خود شما داشته باشه. خب دوستان، امیدوارم که انرژی خوانی امروز رو دوست داشته باشید و امیدوارم که برای شما بهترین ها اتفاق بیفته. ممنونم که تا انتهای ویدیو در کنار من بودید. روز خیلی خوبی را داشته باشید. فراموش نکنید که با لایک و کامنت هاتون حمایتم بکنید. ممنونم.